روز 28 فوریه از این خانه یک بار 6 تابوت را برآوردند. پدر و پسر و 4 فرزند خردسال. به فرضیه پیشکی آنها نفسگیر شدند. شاهدان و نزدیکان میگویند خانواده مظفر دولتوف شب حادثه از بس که برق نبود برای گرم کردن خانه در تغاره آتش روشن کردند. علاوالدین سیمومینوف در این محله زندگی میکند و شاهد آن روز تلخ است. اومدیم آخه کلدور در دور اومدیم طرف دیست شب دارید هم دو گولک بر خواه چورش لگریم چیز نیست یک شایست خواه مثلا بگیریم بلنسش میبریم دیگه من یک شاهوش کنم پیش شوخ کنم که شوخ خیلی کنیم کرخ تنش یک شاهوش کنم موارم برای جلو بردم وچش برای جلو بردم وچش در خونه پرگی با اینجا یک تغییر خاکستر بگیرم کلدور من اون خیلی کور شدیدم. با گفته همسایه ها مظفر دولتوف از سال 2018 در این خانه در محله گروزواده دوشنبه زندگی میکرد. آنها صاحب 5 فرزند بودند که 4 نفرشان شب 27 و 28 فوریه در این منزل همراه پدر و مادر ففتیدند. پسر کلانی این خانواده همراه والدان مظفر در محله 33 دوشنبه زندگی میکرد و از این خانواده تنها او در حیات ماند. ابوبکر یگانه نشان از مظفر دولتوف و همسرش است. او حال گپ زدن ندارد چون در یک شب پدر و مادر و 4 دادر و خواهرش را از دست داد. خانه بازارعلی لطیفوف در یک از خوابگاه‌های دوشنبه 3 روز با سیرادم است. خویش و تبار آمدند تا مرگ پسر و کلین و 4 نبیره را برایش تسلیت گویند. میگوید یک شب پیش از حادثه به پسرش زنگ زده گفت که همسر و کودکانش را گرفته به نزد او آید، اما مظفر دولتوف رد کرده است. وقتی که من زمانید میکنم میگم چیکار کردی ای بچه‌م؟ میگه که من اوزی قلقچه میکنم صندلی میکنی میگه. کی مقصد خنگ نخرن کودکو صندلی میکنم گرم میشه میگه تای کوپا میگه صندلی میکنی. بعد گفتم خمالی که چی نکنم؟ گفتم نک صندلی نک یگان کور نک بچه گفتم نک بخبیو. زنگ‌های پیهمی بازارعلی به پسر و کلینش بی جواب ماند. همسایه ها تیره‌زه را شکسته می‌درآیند. مظفر دولتوف را با همسر و 4 فرزندش به بیمارخانه میبرند، اما دیگر دیر شده بود. صندلی کردن صندلی را دبولو استال موندن در تگ استال نه دبولو استال موندن لخچه را در تغوره دبولو استال موندگیان استال بولوشی قدرش قریب سوخت است قریب اما جوش معین نیاخی موندگیشون. تا این وقت گفته میشد اعضای این خانواده از دود انگیش ففتیدند. نزدیکان مظفر دولتوف فرضیه دیگر دارند و میگویند آنها در تغارت چوب و رزین روشن کرده بودند. به گفته همسایه ها کارمندان مقامات آمده بودند، اما نتیجه تحقیق مرگ اعضای این خانواده اعلان نشده است. مظفر دولتوف 38 سال داشت. به گفته نزدیکانش قبلا صاحبکاری میکرد ولی 2 سال اخیر به روسیه میرفت. 2-3 ماه اخیر باز بیکار بود. هرچند این محله به شهر دوشنبه وارد می شود، اما ساکنانش 1 هفته باز با مشکل برق می گیرند. شاهدان میگویند شب مرگ مظفر دولتوف و همسر و 4 کودکش نیز برق قطع شده بود. هوا سرد بود و صاحبان این خانه تلاش کردند با علاج خود را گرم کنند، ولی بیخبر از آن که همه یک جای این دنیا را پدرود میگویند و دیگر هیچگاه از این در وارد نمی شوند.